سکانسی رو مرتب دارم از 49 سالگی تمرینش میکنم، هنوز موفق نشدم. من میگم این سکانس رو بنویسین و بازیش کنید تو خودتون. سکانس اینه: زندگی من تموم شده و از اینجا به بعدش یه پوان به من دادن و یه هدیه است ادامه دادنش. یعنی من انگار توی قرعه کشیه، تو هدیه حالا ادامه پیدا کرده که میخوام زندگی کنم. وقتی میام این ور بازی میکنم، پلانای این ور، دیگه خوشحالم، دیگه راضیم، دیگه کوتاه میام، دیگه به هر حال انسانیم، عصبانی میشیم، خشم ما رو میگیره، وقتی به اون دشنام میدن خب ناراحت میشیم، یکی قربون صدقه میره خب خوشحال. آره، ورای اینها از همه این مطالب بگذاریم. این سکانس رو ما مرتب بازی میکنیم که وای قرار بود من تو 49 خداحافظی کنم، الان هستم، چه صبح قشنگی، آخ به خواهرم زنگ بزنم، آخ مثلا با یه بار دیگه بریم کله پاچه بخوریم، با یه بار دیگه داره بهار میشه تو این خیابونه، تو این پیاده روی راه بریم.